اگه موهای گربتون خیلی میریزه این ویدیو مخصوص شماست. ما یه اسباب کشی داشتیم، به خاطر همینم پیشیام خیلی استرس گرفتن و همه جای خونمونو و همه جای خودمونو کلا پر مو کرد. به خاطر همینم من با دکترشون صحبت کردم، یه روغنی داد، گفتم بیام به شما بگم چیه، شاید نیازتون شد. حالا چیزی که نیاز دارین اول از همه روغن ماهیه و چون نخوردن اول گفت مثلا تست کنید ببینید که اینا خودشون به تنهایی میخورن یا نه. اگه مثلا نخوردن با یه چیزی که ترکیبش کنم، با ماست ترکیب کردم خوردن، با کنسرو هم خوردن. واسه هر کدومشون این دورش به من گفت 10 روز است. حالا من الان فعلا 5 روزه بهشون دارم میدم و خیلی تاثیر داشته. یه دونه این خطا گفت بدم، سه تا خط می‌ریزم با ماست ترکیب میکنم و بهشون میدم میخورن. گفت 10 شب خیلی پول فاجعه‌ای میده. گفتش که 10 شب مثلا بهشون بدیم اوکی. خیلی خوب ترکیبش کنید. واقعا بوی بدی داره.